حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Her zaman evet. أشهد أن لا إله حالی إلا تو پنجاه و الله ششه فرض بخونیم میبینیم. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سمع الله لمن حمده
سمع الله لمن حمده. من یک چه حمام برای شکم ادا گرفت برای اگر نمازی خفتن در حرم مکی، در حرم مکی نمازی خفتن است. نماز جنازه، نماز جنازه. این مسجد حرم مکی را جای نوشه دیم اتاش دست پشتی بگم که جای استرویکه نوش دیگه هموه نگاه کنیم ماشاءالله چه خیلی الله متعال همه ما و شما را انا زیارت خانه خودش نصیب کنه، قبول کنه عبادت ها را و درگاهش. سلام علیکم. پلیتسیاش بسیاری آدم خودمون زبان رو نمیدونن، میگن که پلیتسیا دروغ که در حقیقت بگیری زبان که نمیفهمی خیال میکنی که اون گپی چیز هست سخت. همه اینجا تراتوریه که جای نوان، تراتوریه جای نو. اینجا فقط در رمضان اوی میشوه، برای همون گردش هم پلاسماسا گرفته گه ولی اینجا استرویکا دوام داره این استرویکا در برش با یا مسجد میشه، اینجا مسجد میشوه ها اونا اونجا اونا لیسنسه کرده گیم. خب با فکرم که نمی راهی منگی ماشین یا که راهی پاییزه
راست با دنیایمی چی نمیره الله مسجد الحرام السلام عليكم ورحمة الله. هر باقی در امان الله باشه. الله متعال نصیب کنه هر کسی را که نیت کرده است نیت خالصانه زیارت نماز زندگی در این منطقه